آتشی که دنیا رو سوزوند. چرا جنگ جهانی اول شروع شد؟ سلام رفقا، خوش اومدیم به اولین قسمت از سریال درباره جنگ جهانی اول. اگه دنبال یه داستان واقعی پر از رمز و راز، خیانت و جنون هستید، اینجایید. امروز قراره بریم سراغ سوالی که شاید خیلیاتون دربارش فکر کرده باشید. چرا یهو کل دنیا غرق تو جنگ شد؟ چطور یه اتفاق کوچیک مثل یه جرقه یا آتش عظیم رو راه انداخت که میلیون ها نفر رو نابود کرد؟ پس آماده بشین که یه سفر به سال 1914 داشته باشیم. خب بیایم از یه لحظه خاص شروع کنیم. تصور کنین تو یه روز آفتابی تو شهر سارایوو که الان پایتخت بوسنیه، یه جوان 19 ساله به اسم گاوریلو پرینسیپ با یه تفنگ قدیمی تو دستش منتظر یه آدم مهم میمونه. این آدم مهم کیه؟ آرشیدوک فرانز فردیناند، ولیعهد اتریش. گاوریلو یه نفر از گروهی به اسم دست سیاهه، یه گروه مخفی که میخواد از سلطه اتریش مجارستان روی سرزمینشون خلاص بشن. تو 28 ژوئن 1914 گاوریلو شجاعتش رو جمع میکنه و بوم، 2 گلوله شلیک میکنه. یکی به سینه فردیناند میخوره، یکی به همسرش. هر دو رو همونجا میکشه. این 2 گلوله مثل یه بمب ساعتی بود که کل اروپا رو به هم ریخت. چرا؟ چون فردیناند یه آدم معمولی نبود. اون ولیعهد یه امپراتوری بزرگ بود و مرگش باعث شد اتریش مجارستان عصبانی بشه و انگشت اتهام رو به سمت صربستان بگیره. چون گاوریلو از اونجا بود، اتریش یه التماسنامه پر از شرط به صرب‌ها میفرسته، ولی صرب‌ها نمیپذیرن. نتیجه چی میشه؟ ولی چرا این جنگ فقط بین این 2 کشور نموند؟ اینجا میرسیم به یه بازی بزرگ که قدرت‌های دنیا را انداخته بودن. تصور کنین یه شطرنج عظیم با بازیکن‌های قوی مثل آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و غیره. همه اینا سالها با هم رقابت داشتن. مثلا آلمان میخواست قدرت دریاییشو مثل بریتانیا کنه. فرانسه از آلمان به خاطر جنگ‌های قدیمی مثل جنگ فرانکو پروسی 1870 عصبانی بود و روسیه هم دنبال نفوذ تو بالکان بود. برای همین اینا با هم اتحاد درست کردن. یه طرف اتحاد سگانه بود، آلمان، اتریش مجارستان و ایتالیا. طرف دیگه اتحاد مثلث، فرانسه، بریتانیا و روسیه. حالا با مرگ فردیناند مثل این میمونه که یه مهره تو این شطرنج افتاده باشه و همه شروع کنن به جابجا کردن مهره هاشون. اول اتریش مجارستان به صربستان حمله میکنه، بعد روسیه که دوست صرب هاست وارد میشه، بعد آلمان به روسیه و فرانسه حمله میکنه و بریتانیا هم که نمیتونه بی تفاوت بمونه. تو کمتر از یه ماه کل اروپا مثل یه بشکه باروت منفجر میشه. ولی فقط اروپا نبود که درگیر شد. حالا یه لحظه فکر کنید، اگه اون روز گاوریلو تصمیم میگرفت نره سراغ فردیناند چی میشد؟ شاید جنگ شروع نمیشد، یا شاید فقط به تعویق میافتاد. چون حقیقت اینه که این رقابت ها و تنش ها سالها تو راه بودن. مثلا آلمان داشت یه ناوگان دریایی بزرگ میساخت که بریتانیا رو عصبانی کرده بود. یا فرانسه و آلمان هنوز از جنگ‌های قدیمی دلخور بودن. پس این ترور فقط یه بهونه بود، مثل یک کبریت که تو انبار باروت انداختن. تو این جنگ چیزی که خیلی عجیب بود این بود که خیلی‌ها فکر می‌کردن قرار سریع تموم بشه. تو بریتانیا و آلمان مردم خیال می‌کردن تا کریسمس همه چی تمومه و سربازا با پیروزی برمیگردن خونه. ولی اشتباه می‌کردن. این جنگ 4 سال طول کشید، از 1914 تا 1918 و بیش از 17 میلیون نفر کشته و زخمی شدن. شهرها نابود شدن، خانواده‌ها از هم پاشیدن و دنیا دیگه مثل قبل نبود. تا اینجا فقط یه تیکه کوچیک از داستان رو دیدین. تو قسمت بعدی قراره بریم سراغ جبهه‌های خونی جنگ، جایی که سربازا تو خندق‌ها زندگی می‌کردن و با گازهای سمی و گلوله‌ها می‌جنگیدن. فکرش هم وحشتناکه، نه؟ ولی این تازه شروع ماجراست. اگه این داستان براتون جالب بود، لطفاً دکمه لایک رو بزنین و سابسکرایب کنین که قسمت بعدی رو از دست ندین. تو کامنت ها هم بگین اگه اون ترور اتفاق نمی افتاد جنگ شروع می شد یا نه. نظراتون خیلی برام مهمه. تو شبکه‌های اجتماعی هم منو دنبال کنین که آپدیت های بعدی رو از دست ندین. تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین و به تاریخ هم یه نگاهی بندازین، چون درسای زیادی برامون داره.